عاشقانه. با مژده حبیبی. عاشقانه از زیبایی ها سخن میگوید، از طراوت، از تازه شدن، از هرچه بوی عشق میدهد. عاشقانه از مرزها و رنگها میگذرد، خطوط را رها میکند، همچنین شمارش اعداد را، و از میان شکل‌های هندسی محدود به پهنه‌های حسی وسعت پناه می‌برد. عاشقانه زیبایی‌های پنهان را نیز می‌بیند و ستایش می‌کند، چرا که مانند شازده کوچولو باور دارد که آنچه اصل است از دیده پنهان است. عاشقانه فکر می کند که در گذر پرشتاب و پرهیاهوی زندگی دست کم برای دقایقی می شود دست در دست سهراب پرده را برداریم و بگذاریم که احساس هوایی بخورد. بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که می‌خواهد بیتوته کند. بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفش‌ها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد. بگذاریم که تنهایی آواز بخواند. حضور یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو همراه در هر کجای این کره خاکی که هستید و برنامه ما رو میشنوید، صمیمانه درود میفرستم. من مژده حبیبی هستم. در برنامه دیگری از سری برنامه‌های عاشقانه در خدمت شما. این برنامه هر پنجشنبه از ساعت 7 تا 9 شب تقدیم میشه به شما دوستداران و علاقمندان به شعر و ادبیات و هنر و هنرمند. تکرار برنامه عاشقانه یک شنبه شبها از ساعت 9 تا 11 شب خواهد بود. همکار عزیزم خانم فرهوده کارگردان فنی برنامه امشب هستند. همراه ما و شما دوستان عزیز در لس آنجلس میتونید رادیو همراه رو بر روی موج FM 100.3 HD3 بشنوید و یا رادیو همراه رو از فروشگاه‌های ایرانی تهیه کنید و البته از طریق وبسایت radiohamrah.com در هر کجای دنیا که باشید می توانید به برنامه‌های مورد علاقه خودتون در این رادیو گوش کنید. شما از طریق ایمیل من mojdehabibi@gmail.com MOJDEHHABIBI و یا در صفحه فیسبوک مژده حبیبی عاشقانه می توانید با من در تماس باشید.
اما یک شاخ گل سرخ، یک لبخند گرم و صمیمی، نغمه یک موسیقی عاشقانه که چون عطری خوش در فضا پراکنده می شود و طنین یک صدای آشنا. نفس به نفس و لحظه به لحظه همراه ما باشید. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. در برنامه این هفته عاشقانه از بزرگمردی در گستره ادبیات ارزشمند ایران یاد می‌کنیم که در سالهای پربار عمر خود بیش از 80 اثر ارزنده از نویسندگان بزرگ جهان را به زبان شیوای فارسی ترجمه و برای دوستداران و علاقمندان به یادگار گذاشت. اگر شما هم مثل من در سالهای دور ساعتهای بسیار فراخبال و آسوده خیال به خواندن کتابهایی چون دون کیشوت، زوربای یونانی، آزادی یا مرگ، مهاتما گاندی، سپید دندان، با خانمان، نان و شراب بر شازده کوچولو پرداختید، حتما می‌دانید که احتمالاً جدا از زحمات فراوان نویسنده برای خلق یک اثر، باید مترجمی آگاه، پرکار و پرتلاش با کوله‌باری از تجربه ساعتها و ماهها و سالهای بسیار از عمر خود را برای ترجمه این آثار به زبان فارسی سپری کرده باشد تا بهترین، کاملترین، روانترین و صحیحترین ترجمه را از این آثار بزرگ در اختیار من و توی فارسی زبان بگذارد. او را پدر ترجمه ایران نامیدند. محمد قاضی 24 دی ماه سال روز درگذشته اوست. و البته خوشحالم که به اطلاع شما برسونم امشب میهمان ویژه‌ای دارم که لطف کردند و دعوت منو پذیرفتند و در ساعت دوم برنامه همراه ما خواهند بود. خانم مریم قاضی، شاعر و ترانه‌سرا، دختر شایسته زنده یاد محمد قاضی که از شما دعوت میکنم به مصاحبه من با ایشون در ساعت دوم برنامه حتما توجه کنید. خواندن یک کتاب گاهی زندگی انسان را در مسیر دیگری سوق می‌دهد. خواندن کتاب خوب موجب رشد و شکوفایی اندیشه‌ها و تغییر نگرش انسان‌ها به زندگی و مسائل پیرامون خویش می‌شود. جامعه کتابخوان سرنوشت خویش را خود و با نیروی تفکر اطلاع یافته رقم می‌زند. کتاب می‌تواند چهره جهان را دگرگون کند.
محمد قاضی در 12 مرداد ماه سال 1292 در شهر مهاباد به دنیا آمد. آموختن زبان فرانسه را از دوران کودکی در شهر خود آغاز کرد و در سال 1315 در رشته ادبیات دیپلم خود را از مدرسه دارالفنون گرفت و 3 سال بعد دوره دانشکده حقوق دانشگاه تهران را در رشته قضایی به پایان برد. او که در طول این دوران همیشه از بهترین شاگردان زبان فرانسه بود، در مهر ماه سال 1320 در وزارت دارایی مشغول به کار شد و در همان سال با ترجمه اثری کوچک از ویکتور هوگو به نام کلود ولگرد نخستین قدم را در راه ترجمه برداشت. اما پس از آن 10 سال کار ترجمه را کنار گذاشت. خود او در کتاب خاطرات یک مترجم در این باره می‌نویسد: اولین کار ترجمه من در سال 1318 کتابی بود با نام کلود ولگرد نوشته ویکتور هوگو. من تازه می‌خواستم از میان مترجمان وقت سری درآورم و خودی نشان بدهم، ولی هیچ ناشری تحویلم نمی‌گرفت و تره برایم خرد نمی‌کرد. سال 1329 بود و من با دست نوشته ترجمه جزیره پنگوئن‌ها در خیابان شاه‌آباد آن روز که محله ناشران بود در به در به دنبال ناشری می‌گشتم که آن را برایم چاپ کند، ولی همه پس از 1-2 هفته وقت گذرانی جواب رد به من می‌دادند. دلم برای زحمتی که در راه ترجمه آن در اثر ارزنده کشیده بودم می‌سوخت و نمی‌دانستم چه کنم. عذری که ناشران برای من می‌آوردند بیشتر برای آناتول فرانس و کمتر برای من برخورنده و اهانت‌آمیز بود. ولی چه بایستی کرد که معیار سنجش‌ها بر مبنای پول بود و نه چیز دیگر. می‌گفتند آناتول فرانس نویسنده‌ای است که امروزه بازار ندارد و تو را هم هیچ خواننده‌ای نمی‌شناسد که لااقل برای نامت کتاب را بخرد. و با اینکه 10 سال پیش کتاب کلود ولگرد به چاپ رسیده بود، ولی از نظر ناشران این سابقه کافی نبود. عاقبت پس از 2 سال دوندگی بنگاه مطبوعاتی صفی علی شاه در بهارستان به 3 شرط حاضر شد کتاب مرا چاپ کند. نخست اینکه پیش از چاپ کتاب جزیره پنگوئن‌ها کتاب دیگری از یک نویسنده بازارپسند که ناشر نیز آن را بپسندد ترجمه کنم و بیاورم. دوم اینکه از بابت ترجمه کتاب پولی نخواهم و به 50 جلد کتاب به عنوان حق الزحمه اکتفا کنم و سوم اینکه از یکی از دانشمندان وقت مقدمه‌ای بر کتاب جزیره پنگوئن‌ها بگیرم که لااقل به اتکای مقدمه آن استاد بتوانند امیدی به فروش کتاب داشته باشند. از آنجا که تصمیم گرفته بودم این سد را بشکنم با هر 3 شرط موافقت کردم. محمد قاضی ادامه می دهد: برای اجرای شرط اول کتاب سپید دندان جک لندن را معرفی کردم. ناشر نام آن را نشنیده بود. قبول داشت که جک لندن نویسنده بازارپسندی است، ولی تردید کرد در اینکه کتابی به نام سپید دندان داشته باشد. ناچار به مقدمه یکی از ترجمه‌های فرامرز برزگر از جک لندن که در آن زمان مترجم سرشناسی بود مراجعه کرد تا ببیند آیا ضمن اشاره مترجم به کارهای دیگر آن نویسنده نامی هم از سپید دندان برده شده است یا نه. ناگهان داد زد و گفت: ای آقا، منظور شما از سپید دندان دندان سفید است که در اینجا نامش آمده است؟ شما چرا اسم کتاب را عوضی بردید؟ خندیدم و گفتم: جناب مترجم اشتباه فرمودند، نه من. سپید دندان اسم سگی است که قهرمان این کتاب است و دندان سفید نمیتواند اسم خاص باشد. لطفاً در کتاب خودتان اشتباه را تصحیح فرمایید. و از آن لحظه به بعد ناشر به چشم دیگری به من نگاه کرد.
و به این ترتیب محمد قاضی به دنیای پهناور و گسترده ترجمه راه پیدا می کند و کوشش و تلاش پیگیر او برای ترجمه‌ای درست و دقیق که کاری بسیار سخت و پرمسئولیت بود، موجب شد که ده‌ها اثر ارزنده را برای جامعه فارسی زبان هدیه کند. محمد قاضی به جز ترجمه کتاب‌هایی نیز به قلم خود نوشته که معروف‌ترین آنها خاطرات یک مترجم و سرگذشت ترجمه‌های من و زارا یا عشق چوپان است. زارا یا عشق چوپان یک داستان حقیقی است. داستان بسیار زیبای کردی که اولین نوشته محمد قاضی است که در شهریور ماه 1317 به رشته تحریر آورده است. انگیزه نگارش این داستان ماجرای بسیار شیرینی است که در کتاب خاطرات یک مترجم به طور مفصل آمده است و برای جوانان بسیار مفید و آموزنده است که نباید هیچ وقت در مصاف زندگی دلسرد شوند و باید دلیرانه با مشکلات آن مبارزه کنند. داستان زارا یا عشق چوپان ماجرای واقعی و حیرت انگیز چوپان جوان کردی است با نام قادر که عاشق دختر جوان و زیبایی از دختران رعایای ده خود به نام زارا می شود و کار این عشق وقتی به اوج می رسد که زارا به بیماری جذام مبتلا شده و مجبور به ترک آبادی می شود و قادر هم با بوسیدن محبوب بیچاره خود نیز به جذام مبتلا می شود و از جامعه رانده می شود. محمد قاضی خود درباره کار ترجمه‌اش میگوید: به طور کلی خط مشی معینی که من در کار ترجمه برای خود برگزیدم و باعث شد که مرا مترجمی متعهد به خوانندگان آثارم بشناساند این است که نویسنده مورد قبول من فردی باشد طرفدار آزادی تفکر و عقیده و بیان و مدافع حقوق زحمتکشان، ستمدیدگان و مروج اصول شرافت و انسانیت و جوانمردی و خلاصه انسانی باشد واقع بین و واقع گرا و بری از عقاید پوچ و خرافی. و مبنای همین معیارها تا خودم کتابی را نپسندم حاضر به ترجمه آن نخواهم شد. و در این مورد حق و زحمه ترجمه برای من همیشه در درجه دوم اهمیت بوده است. من بیشتر به ترجمه رمان‌های اجتماعی عشق می‌ورزم و کارهای دیگری از قبیل مطالب تاریخی، فلسفی، مذهبی یا علمی را از حدود صلاحیت خود خارج می‌دانم. با این حال چند اثر تاریخی، علمی، فلسفی و مذهبی در کارهایم دیده می‌شود. مانند ناپلئون، نظری به طبیعت و اسرار آن و درباره مفهوم انجیل‌ها. به طور کلی من همیشه خواستار ترجمه رمان‌هایی بودم که جنبه آموزندگی آنها بر جنبه سرگرم کنندهشان می‌چربد. از جمله معروفترین آثاری که محمد قاضی به فارسی ترجمه کرده و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت میتوان به کتاب ارزنده شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی اشاره کرد که بارها و بارها تجدید چاپ شده است. مطمئناً بیشتر شما نام کتاب شازده کوچولو را شنیده اید و شاید این کتاب دوست داشتنی را خوانده اید. شازده کوچولو نوشته اگزوپری برای نخستین بار در سال 1943 منتشر شد و پرفروشترین کتاب جهان نام گرفت. این اثر به بیش از 200 زبان دنیا ترجمه شده و در ایران برای نخستین بار توسط زنده‌یاد محمد قاضی ترجمه شد و در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. اگزوپری نویسنده اثر در سال 1900 در فرانسه متولد شد و در دوران تحصیل ذوق و قریحه شاعری و نویسندگی را
با نوشتن داستان‌های کوتاه و شعر نشان می‌داد، اما به عنوان خلبان نیروی هوایی با پروازهای بسیارش به سرزمین‌های گوناگون و به میان ملت‌های مختلف با زیبایی‌های طبیعت و چشم‌اندازهای متنوع جهان آشنا شد و در سال 1944 در یک پرواز اکتشافی بر فراز فرانسه شکار هواپیماهای آلمانی شد و دیگر به فرودگاه خود باز نگشت. اما آثار ماندگار او از جمله زمین انسان‌ها، قلعه، خلبان جنگی و شازده کوچولو سالهاست که به زندگی ادامه می‌دهند. محمد قاضی در مقدمه ترجمه کتاب شازده کوچولو می‌نویسد: اگزوپری نویسنده است انسان دوست، نازک خیال، با ذوق و توانا. شیوه نگارشش بسیار ساده، شیرین و روان است و در همین حال مطالب عمیق و ژرف فلسفی را در قالب عبارت‌های بسیار ساده و کوتاه و بچگانه گاه چنان استادانه بیان می‌کند که خواننده را مجذوب و مسحور زیبایی کلام و وسعت فکر خود می‌کند. داستان این کتاب درباره خلبان جوانی است که به این علت یکی از بخش‌های موتور هواپیمایش آسیب می‌بیند، در صحرای آفریقا فرود می‌آید و سعی می‌کند به تنهایی به کار تعمیر دشوار این هواپیما بپردازد. شب را در آنجا می‌گذراند، اما همزمان با طلوع صبح صدای عجیب بچگانه‌ای او را از خواب بیدار می‌کند و با تعجب آدمک خارق‌العاده‌ای را می‌بیند که با وقار به اون نگاه می‌کند و لبخند می‌زند. شازده کوچولو از سیاره بسیار دور و کوچکی پس از گذر از سیاره‌های متعدد با استفاده از مهاجرت پرندگان کوهی به سیاره زمین رسیده بود و اینطوری آنها با هم دوست می‌شوند. شازده کوچولو از روباه پرسید: اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت اهلی کردن چیز بسیار فراموش شده است، یعنی علاقه ایجاد کردن. و ادامه داد: تو برای من هنوز پسر بچه‌ای بیش نیستی، مثل صدها هزار پسر بچه دیگر، و من نیازی به تو ندارم، تو هم نیازی به من نداری. من نیز برای تو روباهی هستم شبیه به صدها هزار روباه دیگر، ولی تو اگر مرا اهلی کنی هر دو به هم نیازمند خواهیم شد. تو برای من در عالم همتا نخواهی داشت و من برای تو در دنیا یگانه خواهم بود. شازده کوچولو گفت: کم کم دارم میفهمم. گلی هست و من گمان میکنم که آن گل مرا اهلی کرده است. روباه ادامه داد: هیچ چیزی را تا اهلی نکنند نمیتوان شناخت. آدم‌ها دیگر وقت شناختن هیچ چیز را ندارند. آنها چیزهای ساده و ساخته و پرداخته از دکان میخرند، اما چون کاسبی نیست که دوست بفروشد، آدم‌ها بی دوست و آشنا ماندند. تو اگر دوست میخواهی مرا اهلی کن. شازده کوچولو پرسید: برای این کار چه باید کرد؟ روباه گفت: باید صبور بود. تو اول کمی دور از من در میان علفها می نشینی. من از گوشه چشم به تو نگاه خواهم کرد و تو هیچ حرف نخواهی زد. ولی تو هر روز می توانی قدری جلوتر بنشینی. فردای آن روز شازده کوچولو به دیدار روباه آمد. روباه گفت: بهتر بود به وقت دیروز می آمدی. تو اگر مثلا هر روز ساعت 4 بعد از ظهر بیایی، من از ساعت 3 به بعد کم کم خوشحال خواهم شد و هرچه بیشتر وقت بگذرد احساس خوشحالی من بیشتر خواهد بود. سر ساعت 4 نگران و هیجان زده خواهم شد و آن وقت به ارزش خوشبختی پی خواهم برد.
ولی اگر در وقت نامعلومی بیایی، دل مشتاق من نمی‌داند کی خود را برای استقبال تو بیاراید. آخر در هر چیز باید آیینی باشد. شازده کوچولو پرسید: آیین چیست؟ روباه گفت: این هم چیزی است بسیار فراموش شده، چیزی است که باعث می شود روزی با روزهای دیگر و ساعتی با ساعتهای دیگر فرق کند. روباه گفت: اینک راز من که بسیار ساده است، بدان که جز با چشم دل نمیتوان خوب دید. آنچه اصل است از دید پنهان است. شازده کوچولو برای اینکه به خاطر بسپارد تکرار کرد: آنچه اصل است از دید پنهان است. روباه گفت: آنچه به گل تو چندان ارزش داده عمری است که تو پای او صرف کرده ای. شازده کوچولو برای اینکه به خاطر بسپارد تکرار کرد: عمری است که من به پای گل خود صرف کردم. روباه گفت: آدم‌ها این حقیقت را فراموش کردند، ولی تو نباید فراموش کنی. تو هر چی را اهلی کنی همیشه مسئول آن خواهی بود. تو مسئول گل خود هستی. شازده کوچولو برای آنکه به خاطر بسپارد تکرار کرد: من مسئول گل خود هستم. آنچه اصل است از دید پنهان است. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. And the falling leaves Tout doucement, sans faire de bruit. drifting by the window. Et la mer efface sur le sable. You don't leave.
les pattes de sa main désunie. of red and gold. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable. Le pas des amants از دیگر آثار شاخصی که توسط محمد قاضی به فارسی ترجمه شده میتوان به کتاب‌های مهاتما گاندی نوشته رومن رولان، نان و شراب، آزادی یا مرگ، داستان کودکی من نوشته چارلی چاپلین، زوربای یونانی، 5 قصه از هانس کریستیان اندرسون، مادام بواری، شاهزاده و گدا نوشته مارک توین و آخرین روز یک محکوم نوشته ویکتور هوگو اشاره کرد. درباره ترجمه کتاب جزیره پنگوئن‌ها نوشته آناتول فرانس، نجف دریابندری نویسنده و مترجم در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات از محمد قاضی با عنوان مترجمی که آناتول فرانس را نجات داد یاد کرده بود. استاد محمد قاضی با ترجمه دوره کامل کتاب دون کیشوت اثر سروانتس در سال 1337 جایزه بهترین ترجمه سال را از دانشگاه تهران دریافت کرد. در فروردین ماه سال 1386 نیز در کوی دانشگاه مهاباد از تندیس محمد قاضی به بلندی 4 متر پرده برداری شد. در سال 1354 هنگامی که محمد قاضی سخت مشغول کار ترجمه آثار جدید بود، متاسفانه به بیماری سرطان مبتلا می شود. اما از آنجایی که هیچ کدام از سختی‌های روزگار او را در کاری که به آن از صمیم قلب عشق می‌ورزید متوقف نکرد، تا 22 سال بعد به مبارزه ادامه داد و حتی کارهای جدیدی در این دوره بیماری ارائه داد. سید علی صالحی نویسنده و شاعر در کتاب محمد قاضی کیست و چه کرد از خاطرات خود با قاضی می نویسد: چنان سرحال و پرشور و سالم بود که انسان را به یاد زوربای یونانی می انداخت. قاضی همانی بود که حدس می زدم. پشتوانه ارتباطی عاطفیش با انسانها غزل بود، عشق بود و تبسم بود. کنار او که باشی شادمانی فضیلتی عظیم است. و دیگر بسیار با هم بودیم و دیگر نیز شک نداشتم که این مترجم محبوب دست کمی از زوربای یونانی ندارد.
با همان رنج‌ها، عشق‌ها و عظمت. خودش می گفت من زوربای ایرانی هستم. باری پیش از آن که زبان سرخ این پیر سر سبزش را برباد دهد و پیش از آن که سیاوشوار دشنه بر گلویش نهند، خود مرگ را تجربه کرد. پزشکان اهل ولایت گفتند سرطان. قاضی پرسید کجا؟ گفتند سرطان حنجره. قاضی گفت مداوا کنید. گفتند مداوایی در کار نیست، معلول خواهی شد. قاضی خندید. خوشا به مملکتی که معلولانش همچون قاضی باشند. به او گفتند بعد از عمل حنجره دیگر نمیتوانی حرف بزنی. قاضی میخندد و میگوید در مملکت من حرف زدن ممنوع است. محمد قاضی سالهای طولانی در حدود 22 سال از نعمت سخن گفتن محروم ماند و تنها گاهی به وسیله یک دستگاه ویژه که در زیر گلویش می‌فشرد می‌توانست چند کلمه‌ای سخن بگوید. اما در همان حال پرتلاش و پرکار به کار ترجمه ادامه می‌داد و لحظه‌ای قلمش از نوشتن باز نمی‌ماند. سختی‌ها و رنج‌های زندگی هرگز مانعی برای قاضی به حساب نیامدند. او پرقدرت و پرتوان هرگز یأس و ناامیدی را به خود راه نداد. زندگی محمد قاضی جدا از آثارش درس بزرگی است برای هر انسان که در کشاکش رنج‌ها و مصائب و شکست‌های زندگی چون کوهی استوار بایستد و بر غم و یأس و ناامیدی با شجاعتی شگفت لبخند بزند و کار خود را و مسئولیت خود را تا جایی که نفس باقی است ادامه دهد. محمد قاضی در سال 1323 با دختری به نام ایران ازدواج کرده بود و صاحب 5 فرزند شده بود که 2 پسر و 1 دختر او در کودکی از دست می روند و 1 پسر و 1 دختر او با نامهای فرهاد و مریم باقی می مانند. مریم قاضی که خود شاعر و ترانه‌سرایی برجسته است، سالهاست که در شهر لس آنجلس زندگی می کند. محمد قاضی پدر ترجمه ایران در روز 24 دی ماه سال 1376 چشم از جهان فرو بست و در شهر زادگاه خود مهاباد به خاک سپرده شد. اما بزرگمردانی چون محمد قاضی همواره در آثار به یادگار گذاشته خود به زندگی ادامه می‌دهند. هرگاه که در میان قفسه‌های کتابخانه کتابی از ترجمه ها و یا نوشته های محمد قاضی را برداریم و ورق بزنیم،
او را با لبخند همیشگیش در کنار خود حس خواهیم کرد. باشد که قدردان زحمات مردان و زنانی که هر یک به نوعی به جامعه خود خدمت کرده اند باشیم و یادشان را گرامی بداریم.
اما همونطور که در ابتدای برنامه به اطلاع شما دوستان عزیز رسوندم، امشب میهمان بسیار عزیزی دارم، خانم مریم قاضی، دختر شایسته زنده یاد محمد قاضی که لطف کردند و دعوت منو پذیرفتند و امشب به استودیوی رادیو همراه در لس آنجلس اومدن. خانم مریم قاضی، سلام، شبتون بخیر. سلام مژده عزیزم، سلام به تو، درود فراوان به همکار عزیزمون در اتاق فرمان فرهوده عزیز که از دوستان خیلی خیلی خوب منه و هر دوی شما رو مدت هاست ندیدم. امشب چقدر بر من سورپرایز بود همه چی. مرسی، ممنون، خیلی خوش و اومدید. همینطور سلام به شنوندگان خوب رادیو همراه که در این ساعت ما رو همراهی میکنن. شاید به همین دلیل اسم این رادیو همراهه. بله دیگه، بعد همراه رادیو باشید همیشه، همونطور که رادیو همراه شماست. مرسی از این که من دعوت کردی، ولی با این مطالبی که تو درباره پدر من گفتی من فکر میکنم دیگه وجود من اینجا اصلا زائده. هرچی اختیار باید گفتی دیگه. نه، اون بر من چیزی نگذاشتی. اون چیزایی که شما میگید فرق میکنه از دیدگاه دختر محمد قاضی. تو به نظر میاد بیشتر دختر بابا من بودی. البته میدونی مریم جان، من از زمانی که خیلی بچه بودم کتابای مخصوصا سپید دندان رو شاید واقعا چندین بار خوندم. جزو کتابایی بود که خواهرای بزرگتری داشتم که این کتابا رو تو خونه داشتم. پدرم مخصوصا خیلی علاقه‌مند به کتاب بودن و برای همین با این کتابا خاطره دارم و حس نزدیکی دارم با محمد قاضی. شاید این حسی که تو فکر خواهر دوقلوی من خودم خبر ندارم. ممکنه همینطوره. اوکی. خب امروز در واقع در سالگرد 17مین سالگرد، درسته؟ بله، 17مین سال در گذشت محمد قاضی. بله، پدر من 85 سال با عزت و واقعا سرشار، میتونم بگم عمری سرشار، بله، گذرون، اما بهار 85مش به خزان آمیخته بود و هر روز صبح با نوشته ها و رمان های مشهور دنیا آغاز می شد زندگی او و شبها کتابی رو به امید خورشید فردا می بست. عمر او تا روزی بود که می گفت ترجمه می کنم. واقعا هم همینطور بود. او همیشه در حال طی کردن سربالایی زندگیش بود، چون همیشه احساس جوانی می کرد. او همیشه جوان بود و زندگی رو یک شوخی می پنداشت. پدر من مردی که خردمندانه زندگی کرد، بی محابای طعنه و تکفیر. وجود او آمیزه‌ای جوشان از کار خستگی ناپذیر و پرثمر و نشاط جوانی و شور زندگی بود و کلامش سرشار از تراوت طنزهای رندانه. یعنی واقعا یک رند بود. زمانی که من اگه بخوام، البته خاطرات من با پدرم خیلی زیاد بود. هر لحظه از عمر من با این پدر که افتخار اینو دارم که واقعا پدر من بوده. بعضی وقتا فکر میکنم چقدر من طبیعت به من لطف کرده که من از این لحاظ از دیگران متمایز باشم که پدری فاضل چون او بالای سر من بود. میدونم که رابطه خیلی نزدیکی داشتین. بله، بسیار نزدیک، به خاطر اینکه در کودکی مادر من همیشه از وقتی که به یاد دارم در بستر بیماری بود. مادرتون خیلی جوان بودن که ایشونو از دست دادن؟ بله، مادر من خیلی جوان از دست رفت و من در واقع سال اول دانشکده بودم و پدر من از اون زمان به بعد خب رابطه من و پدرم خیلی بیشتر به هم نزدیکتر بود. طبیعیه وقتی که یکی از افراد خونه نیست، دومی به هر حال بیشتر اون ارتباط رو برقرار میکنه، به خصوص که یک رابطه ادبی هم بود. یعنی من فقط دوست ندارم بگم پدرم،
در واقع دلم میخواد که راجع به محمد قاضی شخصیت ادبی او صحبت کنم، چون اون شخصیت میچربه به من بر نسبت به پدر بودنش. خب افتخار اینم دارم که پدرم بوده، اما وقتی که نوشته های او رو میخونم به راستی با انتقادی که دیگران هم میتونن اون انتقاد رو داشته باشن، با همون دید انتقادی میخونم و میدونم که یکی از بهترین مترجمین بود. همونطور که شما گفتی لقب پدر ترجمه ایران رو به خودش اختصاص داده بود و در این راه واقعا میکوشید و شما وقتی ترجمه های او رو میخوندی با مقایسه با متن فرانسه آدم نمیتونست تشخیص بده اصلا این ترجمه است یا نوشته. بله. تا این حد سبک رو رعایت میدونم در جایی خوندم که یک نویسنده‌ای اسمشون الان خاطرم نیست که ولی درباره دون کیشوت نوشته بودن که اگر که خود نویسنده فارسی بلد بود و میتونست، یه نویسنده خیلی متبحری بود، میتونست فارسی بنویسه، احتمالاً 100% به زیبایی محمد قاضی مینوشت. درسته و به خصوص که نثر دون کیشوت یک نثر کلاسیک متعلق به دوران صفوی هست و بسیار هم مشکله، مثل کلیل و دمنه که میدونیم و به همین جهت همون کتاب هم برنده جایزه ادبی سخن شد و خوشبختانه ایشون از هر نظر به خاطر تسلطی که بر زبان فرانسه داشت، قالب ریزی های بجا و زیبا همراه با سلامت طبع و شیوایی کلام و روشنی مضمون و تنوع قالب های بیانی، ذوق و شوق اون رو بیشتر که رنگ کودکانه و ساده‌ای هم داشت تشدید میکرد، به خصوص موقعی که من تشویقش میکردم، وقتی میگفتم به به این چه کتاب زیبایی شده که آمده بیرون. واقعا خب چون وقتی هم که از مشوق خیلی خوبی داشتن، به خاطر اینکه زمانی که شما هم خودتون فرانسه میدونید دیگه، درسته؟ همین رو میخوام بگم که در همکاری نمیکردم. نه، من زمانی که دوران کودکی رو تجربه میکردم پدرم یک کتاب خیلی ساده فرانسه بر من تهیه کرده بود که من بتونم از عهده بر بیام. بعد شروع کرده بود با من درس خوندن و درس دادن و تدریس و اینها و من هم الحق شاگرد مشتاقی بودم برای اینکه یاد بگیرم. به هیچ عنوان در مقابل اشتباهات من از کوره در نمی رفت، خیلی راحت و خیلی با تحمل اشتباهات من تحمل میکرد و خوشحال بود از اینکه داره بر من یک کاری میکنه، منم خوشحال از اینکه دارم یه چیزی از او یاد میگیرم. و بعدها که به این زبان آشنایی پیدا کردم، قسمت‌هایی از زیبایی از کتابی رو که در دست ترجمه داشت رو برای من میخوند و ترجمه میکرد. حالا سعی میکرد که من هم از اون لذت ببرم یا اینکه واقعا داشت منو آزمایش میکرد که اون جمله ها رو میخوام. ولی خب در این که یک انسان خیلی شادی بود، خیلی پرکار، خستگی ناپذیر کار میکرد مژده جان، خیلی شادی رو پاس میداشت، هم شادی خودش و دیگران رو در مجالس و محافل. با اینکه شما اشاره کردی به اینکه بیماری سرطان حنجره تا 22 سال بعد از او هم پرکار کار میکرد، ولی همچنان متکلم وحده بود. حتی با اون دستگاه که با باتری کار میکرد و میگذاشت گوشه حنجرش، بسیار اصلا اجازه نمیداد کسی حرف بزنه. بعض وقتا رفقا شوخی میکردن، میگفتن قاضی خدا رحم کرد تو سرطان گرفتی، اگر این حنجرت اینجور نشده بود که دیگه چی میشد؟ ما اصلا هیچ من اتفاقا این اجازه نداریم حرف بزنیم. پیش از برنامه داشتم برای خانم فرهاده میگفتم زمانی که خیلی کوچیک بودم، یادم نیست چند سالم بود، ولی این قسمت از برنامه محمد قاضی رو در تلویزیون ایران نشون میداد و برای من خیلی جالب بود. تمام اون برنامه رو نشستم نگاه کردم که اومده بودن خونه شما احتمالاً و با محمد قاضی مصاحبه میکردن و همین دستگاه رو زیر گلوشون میذاشتن و حرف میزدن
و این آدم چقدر پر انرژی و شاد بود و تمام این مصاحبه همه رو خندوندن واقعا. و خیلی من خیلی برام جالب بود. اول گفتم چون نمیدونستم، اول چهره رو ندیده بودم، شیوه سخن گفتنشون با اون دستگاه توجه منو به تلویزیون جلب کرد و نشستم تمام این برنامه رو دیدم و بعد از اون علاقه‌مند شدم، رفتم کتابایی که ایشون ترجمه کردن رو بیشتر پیدا کردم و خوندم، چون برای من انسان ویژه‌ای به نظرم اومدن در اون سنین کودکی که بودم. به حال صحبت‌های ما درباره محمد قاضی خیلی زیاد هست، در بخش‌های مختلف صحبت می‌کنیم. اول برنامه دلم می‌خواد که اولا به اونهایی که نمی‌دونن درباره خانم قاضی کمی بیشتر صحبت کنم که ایشون شاعر و ترانه‌سرا هستن و ترانه‌های بسیار لطیفی هم سرودن. یکی از ترانه‌هایی که من خیلی دوست دارم از ترانه‌های خواننده عزیز ما آقای معین هست به نام لحظه‌ها که شعر زیباشو شما سرودید. اگر موافق باشید بریم با هم بشنویم و ادامه بدیم گفتگومون رو. لحظه ها رو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن، حس عشق رو در تو دیدن، مثل رویای تو خوابه. با تو رفتن، با تو موندن، مثل قصه تو رو خوندن، تا همیشه تو رو خواستن، مثل تشنگی آبه. اگه چشمات منو میخواست، تو نگاه تو میمردم. اگه دستات مال من بود، جون به دستات میسپردم. اگه اسممو میخوندی، دیگه از یاد نمیبردم. اگه با من تو میموندی، همه دنیا رو میبردم. بی تو اما سر سپردن، بی تو و عشق تو بودن، تو غبار جاده موندن. بی تو خوب من محاله، تو حتی زنده بودن، بی هدف نفس کشیدن، تا ابد تو رو ندیدن. واسه من رنج و عذابه. اگه چشمات منو میخواست، تو نگاه تو میمردم. اگه دستات مال من بود، جون به دستات میسپردم. اگه اسممو میخوندی، دیگه از یاد نمیبردم. اگه با من تو میموندی، همه دنیا رو میبردم. آسمون عشقم غیر تو پرنده ای نیست. روی خاموشی لب جز تو اسم دیگه ای نیست. توی قلب من عزیزم هیچ کسی جایی نداره. دل عاشقم به جز تو هیچ کسی رو دوست نداره. اگه چشمات منو میخواست، تو نگاه تو میمردم. اگه دستات
مال من بود، جون به دستات می سپردم. اگه اسممو میخوندی دیگه از یاد نمی بردم. اگه با من تو میموندی همه دنیا رو میبردم. اگه چشمات منو میخواست تو نگاه تو میمردم. اگه دستات مال من بود، چون به دستات میسپردم. لحظه هارا با تو بودن، لحظه هارا با تو بودن. دوستان عزیز، به برنامه عاشقانه گوش میکنید. همونطور که از ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، مهمان عزیزی دارم، خانم مریم قاضی اینجا هستند در سالروز درگذشت محمد قاضی، پدر ترجمه ایران. خب خانم قاضی عزیز، از خاطراتتون از پدر برای ما بگید و اینکه اولا اون ترانه چقدر زیبا بود، ترانه لحظه ها. من شعرشو خیلی دوست دارم، چقدر لطیف واقعا این شعر رو سرودید و میدونم که سروده های دیگری هم شما دارید و خصوصا اون سروده زیبایی که درباره در زمان درگذشت، یعنی مرثیه‌ای که سرودید. اگر که اون مرثیه رو بخونم، خیلی دوست دارم که شما این مرثیه رو با صدای خودتون بخونید. حتما. ولی تو بهتر از من میخونی. حتما شما بهتر میخونید. این مرثیه یک مسدسی است که من با اقتباس از مرثیه‌ای که پدرم در رساء پروین اعتصامی ساخت، در واقع یک الهام از اون گرفتم که اون سبک رو، یعنی مسدس، درست کنم. بله، میشنویم. عنوانش از پدرم، مرگ تو را چگونه باور بکنم. تا خزان رنگ سبز بستان برد، جامه از پیکر درخت سترد. تا که برف سپید خفت به دشت، تا زمستان رسید و گل پژمرد. تا فلک شد ز ابر تیره سیاه، تا هزاران به کنج لانه سپرد. تا گل یخ دمید از دل خاک، تا که سرما دل زمانه فسرد. تا جهان شد به خواب دی آرام، پدر ترجمان ایران مرد. گفتی از رنج و غم جهان ادب، تیره و تار شد به دیده چو شب. خیز اکنون که چشم منتظران، همه در انتظار دیدن توست. دل یاران غمین و آزرده، مرده از مرگ ناگهانی توست. خیز و بین تا که آسمان ادب، در عزا فاقد ستاره توست. گوهر شعر و نثر تو به جهان، همچو خورشید جاودان پرتوست. آتش بی شراره در دل ما، روشن از داغ مرگ و هجرت توست. فاضلی
چون تو شاد و سرخوش و مست، حیف باشد چون این رود از دست. تو که خود ماه بی بدل بودی، در ادب زهره فلک بودی. تو که در زندگی نمونه عشق، بر همه عالمی مثل بودی. تو که در جمع دوستان چون شمع، روشنی بخش جسم و جان بودی. تو که با طنزهای نغز و ظریف، موجب شادی روان بودی. تو که سرشار از نشاط و امید، همچنان عاشق و جوان بودی. از چه رو خفته ای چنین در خاک، خاک هم سینه کرده از غم چاک. مگر از زندگی چه بد دیدی، که بر آن مرگ را پسندیدی. تو که با زندگی نبودی قهر، از چه آخر چگونه رنجیدی. تو که الگوی مرد و زن بودی، به همه مشکلات خندیدی. تو که امید دوستان بودی، چون نهال امیدشان چیدی. همچو خورشید در طلوع ادب، سالها جاودان درخشیدی. چون بگویم امید ترجمه مرد، نپذیرد ز من نه پیر و نه خرد. تو چه بودی که در نبودن تو، همه دلها چنین عزادارند. تو چه بودی ز حسن و خوبی و لطف، که همه عالمت خریدارند. به کجا رفتی ای امید جهان، بی تو یاران غمین و بیمارند. بازگرد و ببین که دور از تو، عاشقانت تکیده و زارند. تو یکی تک ستاره ادبی، ورنه سیاره های بسیارند. گرچه نبود تو را ز مردن باک، گوهری چون تو نیست در خور خاک. برو ای روزگار بی مقدار، که ندانی تو فرق گوهر و خار. برو ای خصم جان ستان اجل، که گریزانم از تو و بیزار. برو ای دزد نابکار سخیف، که جهانیست از تو دل آزار. من چه سان گویمت که قاضی مرد، بر زبان سخت آید این گفتار. او یکی بود و نیست غیر از او شاعر و هم مترجم و پرکار. حافظ ار یکه بود و بی همتا، او به حق بهترین مترجم ما.
آنکه با نصر خود تمامی عمر شاهکار آفریده کی مرده؟ آنکه با خلق شعرهای لطیف زنده می کرد دل کی افسرده؟ آنکه شیرین بیان و خوش رو بود از چه باید شود دل آزرده؟ آنکه خود باغی از گل امید جلوه می کرد از چه پژمرده؟ آنکه بی حنجره صدای رساش گوش عالم نواخت نفسرده؟ تا ابد نام او بود جاوید نور آثار او دمد چون شید. به بسیار ممنون خانم مریم قاضی، سروده خیلی زیبایی بود. شما خیلی قشنگ شعر میسرایید. در واقع یکی از شعرهایی که من یادمه چند سال پیش، البته کاش میگفتم که نمیدونم به خاطر دارید اون شعر رو یا نه، درباره یک عاشق و معشوقی بودن که روز جداییشون رو شما توصیف کرده بودید. بخونم؟ غزلیست. بله. خیلی قشنگه اون، اگر که یادتون هست من خوشحال میشم که بشنوم. کلا سروده های مریم قاضی خیلی لطیفه، مثل خودشون میمونه. لطف داری مجده جان. غزلی دارم عاشقانه که گله معشوق از عاشقش هست. گله معشوق، وای. میگوید ای تو مرا عاشق و شیدا و زار. البته قبل از اینکه این غزل رو بخونم استفاده میکنم از کلام سنایی که در جایی میگه پاس خود دار تا تبه نشوی، و جای دیگر با سنایی میگه که وین آب رفته باز نگردد به جویبار. بله. در خاطرم بود. ای تو مرا عاشق و شیدا و زار، ای که نبودت ز فراقم قرار، ای که به جز لذت دیدار من در تو نبودی هوس هیچ کار. ای که دم از مهر و وفا می زدی، لحظه ای از من تو نبودی کنار. ای که مرا زمزمه عشق تو بیش فزونی بودی از 100,000. از چه کنون پاس نداری مرا، ای تو طلب کرده مرا همچو یار. عهد خود از یاد ببردی چه زود، درس نکو داد به من روزگار. هیچ نخواهمت دگر بیش از این، هیچ نخواهمت دگر بیش از این، طعمه من چون تو نبود از شکار. آب چو بگذشت و برفت این بدان، باز نگردد به رگ جویبار. بسیار سروده زیبایی بود واقعا، که خب دختر محمد قاضی باید اینطوری شعر بگه دیگه. آفرین. باید نشون بده که دختر محمد قاضی هست. و البته من میدونم که زنده‌یاد محمد قاضی خودشون هم نوشته هایی داشتن، یعنی کتاب هایی نوشتن به نام همون ابتدای برنامه درباره‌اش صحبت کردم، زارا یا عشق چوپان، خاطرات یک مترجم، اشعار زیادی هم و اشعار زیادی. اشعارش رو به چاپ نرسون. اتفاقا حالا یک بار برنامه اگر داشتیم، چون این بار فرصتی نبود و اون صورت، یک بار فقط میگذاریم برای اینکه اشعار او رو بخونیم. بسیار اشعار جالب. این اشعار چاپ نشده جایی؟ نه، ولی من دفتر اشعار او رو دارم که بسیار اشعار جالبی در. خب چرا این کارو نمی‌کنی؟ چرا خودش شاعر نمیدونست، ولی حالا شاید من این کار رو بکنم.
برای اینکه خیلی شعرهای زیبایی در اون هست. بله حیفه، چون من چند تا از این شعرها رو خونده بودم. آره و اتفاقا جالبه که برای بسیاری از کسانش، دوستانش هم شعر گفته بود، غیر از این که حالا اشعاری از قبیل قصیده و غزل و اینجور چیزا داشت، ولی میدیدم که جسته گریخته ازش میخواستن که حالا مثلا آقای قاضی میشه یه چند بیت هم برای من بگی. برای تنها کسی که شعر نگفته بود برای من که دخترش بود. و من همیشه ازش گله میکردم که چی شد که تو که میگی منو از همه بیشتر دوست داری و برات از همه عزیزترم، چرا که برای من هیچ شعری نگفتی ولی برای دیگران؟ گفت چرا، اتفاقا برای تو یک بیت گفتم و این بیت هم شاه بیت منه و در همین یک بیت تمام، چون برای همه مثلا 10 بیت 12 بیت حالا بیشتر کمتر، ولی برای من فقط یک بیت. از اونجایی که میدونی وقتی یه شاعری شعر میگه تمام اون حرفای اطراف و کناره ها رو میگه تا برسه به اصل مطلب، اون اصل مطلب شاه بیته. بله. حالا پدر من معتقد بود که دیگه من در همین یک بیت حرفمو زدم دیگه، این شاه بیته، اگه بخوام چیزی اضافه کنم بر این هم معنایی نخواهد داشت، که بعدها هم به خواهش من با اینکه اضافه کرده بود ولی راست میگفت، اصلا مزه اون بیت اول رو نداشت. خب چی هست؟ و اگر اون حمله بر خود ستایی نشه، چون با هم گاهی میشستیم سر به سر هم میذاشتیم و اینم یکی از قسمت‌های از خاطرات منه که بعد هم من پاسخ شعر او رو دادم در یک قصیده‌ای. او گفت دختری دارم که نامش مریم است، مثل این دختر در این دنیا کم است. حالا این کم است میتونه به بدی باشه میتونه به خوبی باشه، ولی برای او این کم است کافی بود که تمام معانی که دیگه میخواسته در ابیات دیگه بگه در همین یک بیت مستتر کنه، که بعد من جواب او رو دادم که حالا اگر فرصت شد اون قصیده‌ای که بله حتما بهش خواهیم پرداخت. اما دوست دارم یکی از ترانه هایی که اگر فرصت داریم خانم فرهوده، از ترانه هایی که خانم مریم قاضی سرودن بشنویم از سیاوش قمیشی. مثل برگی خشک و تنها روی شاخ موندم اینجا میترسم، توی چنگ وحشی با برم از خاطر و از یاد بپوسم. همه روزای من قصه بودن من توی آینه دلم مثل شب سیاه و سرده، مثل ابرا رنگ درده. تو شتاب لحظه ها من با خودم یکه و تنها میدونم، تو سراب این افق تا سفر نهایت اینجا میمونم. همه روزای من قصه بودن من توی آینه دلم مثل شب سیاه و سرده، مثل ابرا رنگ درده.
بنشینه پشت ابرا، یه سکوت بی پناه توی این بیهودگی ها، لحظه ها رو می شمارم، انتظار هر نگاه. ای سفر کرده نازنین یارم، از تو بسیارها طلبکارم. هم به یک جای وام خود بگذار، بازده بوسه های بسیارم. خب این دو بیتی خیلی زیبای عاشقانه که شنیدید من خوندم، که گاهی اوقات هم خانم قاضی این دو بیتی رو من در پایان برنامه هم گاهی وقتا میخونم. سروده مریم قاضی هست. خب صحبت کنیم درباره سروده های شما و اینکه بخشی که با پدر در واقع پینگ پونگ شعری داشتیم. بله، در جواب پدرم که گفت دختری دارم که نامش مریم است، مدت ها منتظر بود جوابش رو بدم. گفت ها یارای پاسخ نیستی؟ جواب نمیدی؟ گفتم چرا جواب میدم. که بالاخره یک شب این شعر آمد، این غزل رو قصیده در واقع برای پدرم ساختم، چون فکر میکنم باید یه چیزی بگم که در خور او باشه واقعا. بله میشنویم. پدرم تاج سرم، وه که چه خوش سیمایی، در گلستان ادب نو گل بی همتای. نازنینی و بزرگی و خوش اخلاق و متین، سخت خوش مشرب و خوش صحبت و خوش آوای. گر به دنیا پدران همه را جمع کنند، تو میان همه‌شان جان پدر یکتای. هم تو را روی نکو باشد و هم خوی نکو، تو ز خوبی چه بگویم به خدا غوغای. پدر شعر و ادب هستی و نامت به جهان، گشته مشهور به هر محفل و هر مأوای. نثر شیوای تو از هر سخنی ساده تر است، تو به هر شیوه و هر سبک سخن دانایی. لطف اشعار تو در شعر کسی نتوان دید، تو یکی شاعر شیرین سخن والایی. شیوت ممتنع و سهل چو سعدی است، ولیک کس ندارد سخنی چون تو بدین شیوایی. من به وصف تو چه گویم که تو چونی و چسان، زان که بالاتر از آنی که به توصیف آیی. گفتنی ها ز تو بسیار به دل دارم، لیک چه نیازی به سخن زان که تو خود گویایی. چون تو فرزند نزاید همه دم مادر دهر، چون تو کم دیده شود زنده دل برنایی. پدرم ای که وجودم همه از هستی توست، هستیم بی تو ندارد به جهان معنایی.
بله، بسیار ممنون خانم قاضی. مثل همه سروده هاتون زیبا و دوست داشتنی. من میدونم که در واقع چند سال پیش بود که در مهاباد که زادگاه پدر شما هست که ایشون هم اونجا دفن شدن، در کوی دانشگاه تندیسی از محمد قاضی پرده برداری کردن که حدود 4 متر هست این تندیس و میدونم که از یه موزه‌ای هم درست کردن اونجا از کتاب‌های محمد قاضی و قلم‌هایی که باش می‌نوشته، عینک‌هاش، وسایلی که داشته. بله، فکر کنم وسایل کارش، کتابخونه‌اش به طور کلی همراه با کتاباش. ولی شما ندیدین؟ شما که ایران نبودین؟ من هنوز ایران نرفتم ولی خیال دارم که برم یک بار و ببینم. چند سال هست که شما خارج هستید؟ تندیس رو هم شنیدم این اواخر، ولی هنوز قرار هست که یه سری اطلاعاتی از کسانی که اونا در کار هستن و اونجا هستن به من بدن و که منم حتما در اختیار شما خواهم گذاشت. ولی منم فقط شنیدم، در حد شنیدم بوده. بله. خب به هر حال این کار قشنگیه کاری که کردن و خوب بود که من البته داشتم میگشتم این یکی 2 شب گذشته، گفتم شاید اون گفتگویی که من در دوران کودکیم دیده بودم در تلویزیون شاید روی یوتیوب پیدا کنم. متاسفانه هر چی گشتم پیدا نکردم اون گفتگویی که نمیدونم آیا شما خودتون اصلا ویدیویی از این گفتگوی پدر که خانم مریم قاضی استاد قاضی رو بابا قاضی صدا میکنن دارید ازشون؟ فکر کنم دارم ولی به صورت VHS هستن که DVD و اینا نیست. به دردتون میخوره؟ بله دیگه اینو باید تبدیل بشه. چون خیلی برای فیلمایی هست، یه چیزایی دارم که یادگار نگه داشتم و اتفاقا فرصت هم نکردم که اینا رو تبدیل کنم، ولی حتما این کار رو میکنم چون به هر حال یک وظیفه‌ای است که بر دوش من حداقل هست. بله حتما. و اینکه اون شعرهای به جا مونده رو هم اون اشعار رو هم حتما فکر میکنم خیلی ارزشمند هست. حتما. و به هر حال زنده یاد محمد قاضی، مرد بسیار بزرگ و ارزشمندی برای ایران و ایرانی هست. اما این ترانه‌هایی که از شما چند تای ما امشب فرصت کردیم که پخش بکنیم، شاید بعضی نمیدونستن که چون واقعا وقتی که ترانه ها رو خواننده ها میخونن خیلی اشاره نمیکنن که این ترانه سروده چه کسی هست و معمولا اون ترانه به واقعا به شهرت اون خواننده فقط افزوده میکنه که البته اشکالی هم نداره، خوبه، ولی خیلی خوبه که ترانه سرا همیشه خیلی به نظرم مهمه چون بخش عمده اون کلامی که بر اون ملودی گذاشته میشه. کاملا درسته، ولی اتفاقا هیچ وقت اشاره به ترانه سرا و شاعر شعر اون آهنگ نمیگن. آره بعضی البته چرا میگن. حتی من در کنسرت های خواننده ها دیدم که دقیقاً بعضی ازش اونها هم به آهنگساز و آهنگسازا رو میگن، ترانه سرا چون به حال خیلی مهم آهنگسازا رو میگن، تنظیم کننده ها رو میگن، حتی در ویدیوهایی که میسازن، ولی اصلا اشاره به ترانه سرا نمیکنن. به هر حال من که از این ترانه ها خیلی لذت بردم. یه ترانه دیگری رو هم آماده کردیم که اگر فرصت بشه در پایان برنامه پخش میکنیم، با صدای هلن هست که خیلی هم من اون ترانه رو دوست دارم. ما خیلی آهنگ قشنگیه. آهنگش هم از آقای مارتیکه، آهنگساز مارتیکه، فوق‌العاده است، خیلی قشنگه. ولی خب دیدیم که فرصت همینجور مثل به قول معروف باد گذشت و ما کم کم رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و فرصت کوتاهی داریم. بریم با هم ترانه ما رو بشنویم و بازگردیم. همراه
پای من تنها با من هم آوایی با درد من آشنایی تکیه گاهی هم صدایی ما فریادش در قلب شب دلگرمیه عاشقهای بی صدایی ما دل میبازیم دریا دریا تا بیکران عاشقهای بی پروایی تو با من بمان ای مهربان چون ماه شب در آسمان بر من بتاب تا بیکران مثل مهتاب من تا مرز جان از عشقمان میسوزم ای آرام جان بر من بتاب تا کهکشان مثل آفتاب ما فریاد عشق در قلب شب دلگرمیه عاشقهای بی صدایی ما دل میبازیم دریا دریا تا بیکران عاشقهای بی باز بار سفرت را بستی دل بیتاب مرا بشکستی باز رفتی که ز من دور شوی رشته الفت ما بگسستی ترسم این بار نیارم طاقت از فراق تو مگر در مستی چشم بر هم نهم و پندارم که تو همواره کنارم هستی داد از آن شب که تو با وسوسه‌ای عهد و پیمان رفاقت بستی خب دوستان و همراهان عزیز به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده و لذت برده باشید. بار دیگر تشکر میکنم از خانم مریم قاضی، شاعر، ترانه‌سرا و نقاش که البته بهش اشاره نکردیم اینجا لطف کردن دعوت منو پذیرفتند. و البته یه نکته دیگر هم در پایان برنامه بگم که این موسیقی آرم برنامه من که من خیلی دوستش دارم از کارهای خیلی خوب پسر هنرمند خانم مریم قاضی هست، راما مروتی، که حتما در برنامه دیگری دلم میخواد که از آقای راما مروتی دعوت کنم که بیان به برنامه ما. موجه جان خیلی ممنون از لطفت برای دعوت امشب. ممنون از فرهوده عزیزم به خاطر همراهی امشب با ما و ممنون از همه دوستان و عزیزان و شنوندگان خوبی که با رادیو همراه بودن و ما رو همراهی کردیم. ازت خداحافظی میکنم. ممنونم از شما خانم مریم قاضی، ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتین و یاد و نام محمد قاضی همیشه گرامی و یادشون سبز و گرامی هست برای همه ما، یعنی تا زمانی که کتاب ها هست محمد قاضی هم هست. شب همگی شما بخیر. تشکر از خانم فرهوده کارگردان فنی برنامه و تشکر از شما که این برنامه رو بهش توجه کردید. بدان که جز با چشم دل نمیتوان خوب دید، به قول شازده کوچولو، به خاطر بسپار که آنچه اصل است از دیده پنهان است. تا برنامه دیگر، روزگار خوش، دوستتون دارم.